افتتاح مرکز زبان کریگی دانشگاه ملی جنبوک جمهوری کره در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان قدم مهم در سمت رشد همکاری بین المللی و آموزش زبانهای خارجی ارزیابی گردیده. دانشجویان تاجیک توسط این مرکز امکانیت بهتری آموزش زبان کریگی و شناسایی با فرهنگ کره را پیدا می‌نمایند. همکاری دانشگاهی بین تاجیکستان و کره نه تنها با تکمیل ملکه‌های زبانی مساعدت می‌کند، بلکه رابطه‌های دوستی و فرهنگی را بین دو ملت تحکیم می‌بخشد. همزمان مرکز بین المللی همکاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و دانشگاه ملی جنبوک با فعالیت آغاز کرد. افتتاح این دو مرکز زمینه استوار برای تحکیم رابطه‌های علمی تحقیقاتی، تبادل دانشجویان و استادان و عملی گردیدن برنامه‌های مشترک تعلیمی میباشد. این مرکزها با مقصد به راه ماندن نظارت همه‌جانبه در سمت عملی نمودن تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به رشد همه‌جانبه زبان‌های خارجی در سمت رشد و انکشاف بسیار زبانی تأسیس داده شدند. پرزیدنت دانشگاه ملی جنبوک جمهوری کره در دایره سفر خویش به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی از آثارخانه دانشگاه بازدید به عمل آورد. مهمانان با اکسپوزیسیای تالارهای نمایشی شناس شدند. در جریان بازدید به مهمانان معلومات مفصل اوید به تاریخ و فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک، سهم دانشگاه در رشد معارف و علم در سده گذشته و دستاوردهای آن در دوران صاحب استقلالی ارائه گردید. همچنین ضمن یک جمعیت پرزیدنت دانشگاه ملی جنبوک جمهوری کره اوبانگ یانگ با عنوان افتخاری دکتر فخری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سرفراز گردانیده شد. ابراز گردید که این اقدام در زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه صورت گرفته برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه و توسعه رابطه‌های علمی تحصیلاتی نقش کلیدی خواهد داشت.